باران چند قسم است؟ چند قسم است؟ نفهمیدیم چند قسم است؟ باران ظاهر، باران باطن. این امروز سر شما باران میریزه، ابرا سر ما آمده، بگوین الحمدلله. ابرای چی؟ شما بگوین بله بله ها بله. چند نفر گفت؟ ابرای رحمت، فرشته های عزت. از کجا آمدن؟ از آسمان عزت. تکبیر! خوش آمدین فرشته ها. من میگم میره؟ نه، پیغمبر مبارکت بگو. ولی یک نفر گفت که الله، بله الله میگه دیگه. گفته پیغمبر خدا گفته ای کیست؟ الله. و ما ینطق عن الهوا. او میگه که در جایی که دین ما دست داده میشه و در جایی که قرآن کلام خدا خوانده میشه، در اوج از آسمان فرشته نزول میکنه. بگوین الله اکبر. پس ما خوب بهار داریم یا اونایی که بوسکشی میکنن؟